سلام به تمامی دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و جیبتون پرپول. خب همونطور که توی کانال تلگرامیمون اعلام کردیم، ما کانال یوتیوبمون رو احداث کردیم. اگرچه از طریق خود یوتیوب داریم این فیلم رو میبینیم یا از طریق کانال خودمون وارد این صفحه شدید که آموزش رو نگاه کنید، حتما همین الان کانال رو سابسکرایب کنید و چون یوتیوب شما رو برای این که یوتیوب شما رو به ربات شناسایی نکنه حتما هم کامنت بذارید. ممنون میشم که این کار رو حتما انجام بدید. اگر هم ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و برای دوستانتون شیر کنید. خب امروز به مناسبت اولین ویدیویی که میخوایم در کانال یوتیوبمون بذاریم، یه سایت بسیار عالی، حالا برای بعضیا بسیار عالی هستش، برای بعضیا چه بگم والا قبول نداره این سایت ها رو، میان درآمدش کم، ولی خب شما باید اول از کم شروع کنید تا به درآمدهای خوبی برسید. خب وضعیت سایت الان چجوری هستش؟ کل ممبرایی که داره الان 109 خورده ای هستش. ثبت نامیای امروز 143 نفر. پولی هم که تا امروز پرداخت کرده 44,000 دلار بوده و میتونید این پول از طریق پایر برداشت، پایر و پرفکت مانی برداشت کنید. برای ثبت نام توی این سایت اول دکمه یا رجیستر میزنید. وقتی که دکمه رجیستر زدید اینجا اول فول نیمتون رو وارد میکنید، بعد اینجا یه یوزر نیم وارد میکنید، اینجا هم یه ایمیل آدرس، اینجا هم پسورد و اینجا گفته کانفرم ایمیل آدرس، یعنی اینجا همون ایمیلی که زدید اینجا دوباره بزنیدش، اینجا هم هر پسوردی زدید اینجا هم دوباره بزنید و این تیک رو فعال کنید، روی رجیستر بزنید تا وارد صفحه بشه. خب من یک لحظه ویدیو رو استوب میزنم تا برم خودم ثبت نام انجام بدم براتون تا بریم داخل سایت و شروع کنیم به فعالیت. خب ما برگشتیم دوباره ثبت نام انجام دادیم و وقتی خود شما وارد بخش رجیستر میشید و ثبت نام انجام میدید، بعد دوباره میرید بخش لاگین، یوزرنیم اون چیزی که خواسته رو کپچا اینا انجام میدید، روی لاگین میزنید تا وارد حسابتون. وقتی وارد حسابتون شه با این صفحه مواجه میشید. خب کاربران آنلاین الان 2404 نفر هستن. خب اینا بخش‌هاش هستش و اینم موجودی ما فعلا صفر هستش. با کار با آنلاین فعلا نداریم. وقتی میخوایم کسب درآمد کنیم روی ارن مانی میزنیم. دیگه بیاد پایین. خب اول روی بخش اول ویو اد، روی ویو اد میزنیم. منتظر میشیم تا صفحه بالا بیاد. اینترنت ضعیف شده، مشکل در صفحه وجود میاد چون ما هم داریم با فیلترشکن فعالیت میکنیم، چون یه بخشش حتما باید با فیلترشکن کار کنیم، چون با آی پی ایران اون بخشی که ما میخوایم بریم فایده نداره. خب میگم بخش ویو ادش اینجا نگاه کنید، نوشته که اگه این تبلیغ رو نگاه کنید این مقدار دلار رو بهتون میده و به اضافه پوینت. این از همه تبلیغ ها. حالا ما میریم یکی رو برای تست انجام میدیم، مثلا این. خب میریم این پر بشه تا آخر. اینا که بخش تبلیغات و اینا هستش، ما که کاری نداریم با اینا. اینجا گفته کدوم عکس برعکس هستش. کدوم عکس برعکس هستش؟ فکر کنم این هستش. خب درست. ما الان میایم اینجا، این که الان این کلا رنگش عوض شد، پس ما این انجام دادیم. خب برای بخش دوم بعدا میریم توی موجودی حسابمون نوشته. روی بخش دوم میزنیم، این هستش، ثبت میکنیم تا بیاد. فقط یه نکته بگم که الان اون صفحه بیاد بالا و حتما از
سعی کنید با فیلترشکن ثابت بیارید. یه فیلترشکن ثابت با یعنی یه فیلترشکن با آی پی ثابت، فیلترشکن ویندسکرایب هستش که اگه اسمش رو الان نفهمیدید توی کامنت ها بگید تا حتما براتون بنویسم. اینجا هم دیگه بستگی به شانستون داره که اگه شانستون خوب باشه یه مقدار این مثلا اینا همه شانسی دیگه، حالا یه مقدار بدون پول میدید، معلوم نیست، بستگی به شانس خودتون داره. خب اینم از این بخش. بریم برای بخش سوم روی ارن بیت کوین. ولی صفحه شده کنم میره توی یه سایت دیگه اگه اشتباه نکنم. خب این میره توی یه سایت دیگه که ما کار با اون سایت نداریم. معذرت میخوام که وقتون گرفته شد. روی این بخش سروی میزنید. خب بخش جذاب سروی همینجا هستش، یعنی بخش جذاب سایت همینجا هستش. الان این بخش بیاد بالا بدون نشون میدم. اینجا سروی ها رو میاره الان بدون نشون میده. خب صبر کنیم. الان منو با آمریکا، چون آی پیم با آمریکاست، الان با آمریکا ثبت کردم. اصلا میتونیم با شرکت در این نظرسنجی ها و سروی ها اصلا این درآمد فوق العاده ای داشته باشه، حتی روزی $10. مثلا نگاه کنید این گفته 10 دقیقه وقت میبره $1.47، 3 دقیقه 34 سنت، 5 دقیقه 57 سنت. حالا همینجوری هم شما اینا رو انجام بدی به درآمد خوبی هم میرسی. خب اینم از این بهترین بخشش به نظر من هسته، چون زود به درآمد، مثلا اون کسانی که به روزی $1 یا $2 راضی میتونن از این بخش کار کنن، حتی درآمد بیشتری هم بالای $2 هم میتونن کسب کنن. اینجا هم سوپرپی هستش که اونم همین دوباره بله سروی و اینا هستش که ما کاری به اینا هم نداریم. خب بخش مهمی شد ویو اد و این بخش دوم و این بخش سوم که سروی هستش. خب برمیگردیم توی اکانتمون، صفحه اکانتمون. خب میبینیم ما اون فعالیت اول انجام دادیم، مقدار اون پول اضافه شد. اینجا مبلغش رو میبینیم. خب روی ویدراو میزنیم. کمترین مبلغ، یعنی مینیمم برداشتش، حداقل برداشتش $3 هستش که میتونید با پایار انجام بدید بسیار راحت. کلا اگه حالا من بهتون سرمایه‌گذاری توی هیچ سایتی رو بهتون پیشنهاد نمی‌کنم، هر سایتی آخرش اسکم میشه، ولی مثلا اون کسایی که آقا میخوان ریسک کنن میتونن از این طریق ریسکاشون رو انجام بدن. اینجا یه اکانت VIP میخرن، مثلا آقا این قیمتش زیاد $500، ما این پیشنهاد نمی‌کنیم. مثلا این از این $6 و این $10 اینا همینجوری برن بالا، اونایی که حل ریسک هستن. فرض کنید آقا به من حرف بزنید که شما گفتید داخل این سایت سرمایه بذارید. شما اون پولی که میخواید در اینترنت سرمایه بذارید، نرید مثلا از این نفر پول قرض کنید. سعی کنید اون پول یه پول مثلا براتون ارزش نداشته باشه که اگه از بین رفت زیاد براتون مهم نباشه. من همیشه این کار میکنم، یه موقع ریسک میکنم از بین رفت که رفت مشکلی نداره، اگر هم نرفت خود چه بهتر، سودشو میخوام. اینجا یه مدتشونه 30 روز، اینا 30 روز، 60 روز، 90 روز، 120 روز، 180 روز، 240 روز، 270 روز هست. ولی خب میبینی من امروز این ویدیو رو رکورد کردم، فردا سایت اسکم شد دیگه، اون باید ببینیم چی میشه. ولی خب تا امروز این سایت پرداختی داشته و شما میتونید با انجام سروی ها به درآمد خوبی برسید. حالا اینم کار با اینا نداریم. خب اینم از آموزش ما هستش. لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روی آل قرار بدید. حتما منتظر ویدیو ما باشید. دیگه از این بعد آموزش‌های خفنی براتون قرار میدم. فقط ازتون میخوام که حتما کانال رو سابسکرایب کنید. روی آل قرار دادید که دارید ندارید نفره سرتون، ولی حتما سابسکرایب کنید.
و کامنت هم بذارید که یه وقت یوتیوب شما رو از یعنی وقتی که شما با فیلتر شکن منو سابسکرایب میکنید و فعالیتی نداشت باشید، یوتیوب شما رو به ربات تشخیص میده و حذفتون میکنه. برای همین 2-3 تا کامنت بذارید، اگه سوالی هم بود من جواب میدم حتما. خب این هم از آموزش امروز ما، امیدوارم که مفید باشه و به دردتون بخوره. جیبتون همیشه پرپول.